سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نوید بامدادی را میبینید. امروز پنجشنبه 7 نوامبر است و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگویم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی صبح امروز ابری 6 درجه گرمی دارد و حرارت دوام روز به 11 درجه خواهد رسید. هوا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز پر ابر بوده، حرارت دوام روز به 11 درجه برابر خواهد بود. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. عزت‌الله ابوبکر پراپورشکی 26 ساله سرریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که شب 6 نوامبر در پی حمله گروهی 20 نفر که گفته می شود پیروان داعش هستند کشته شد، امروز در شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. مراسم ویدا با این مرزبان تاجیک امروز در مسجد محله زرفشان شهر دوشنبه دایر گشت. عزت‌الله ابوبکر 26 ساله همگی 3 ماه قبل ازدواج کرده بوده است. در حمله به دیدبانگاه سلطان آباد بجز از این مرزبان یک مأمور میلیسه نیز کشته شد. افسر هلاک شده میلیسه ناظر منطقوی جماعت اسحنبوی ناحیه رودکی بهرام قاسم زاده بوده است. یک ساکن جماعت گفت بهرام قاسم زاده را بعد از ظهر 6 نوامبر دفن کردند. به گفته همصحبت ما رستم اکرم زاده رئیس ناحیه رودکی نیز برای ویدا با افسر کشته شده حاضر شد. خبرنگاران رادیوی آزادی در مراسم ویدا با مرزبان تاجیک در شهر دوشنبه شرکت داشتند و در برنامه اخبار برایتان گزارش خواهیم داد. ضمناً به دنبال حمله خونین به یک دیدبانگاه سرحدی در تاجیکستان، مقامات به مردم دهات نزد مرزی ناحیه قبادیان هشدار دادند که از خطرها از سمت افغانستان هوشیار باشند. ارکین تورخانوف رئیس جماعت 20 سالگی استقلال ناحیه قبادیان به رادیو آزادی گفت مقامات قدرتی به فعالان روستاها گفتند از گذشتن آدمان احتیاط شوند. جماعت آنها در مرز با افغانستان جایگیر بوده است. مقامات تاجیکستان گفتند حمله به دیدبانگاه سلطان آباد در ناحیه رودکی در مرز تاجیکستان ازبکستان کار دست جنگجویان داعش است و آنها شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال ولایت کندوز افغانستان به حدود ناحیه قبادیان تاجیکستان گذشته بعداً به ناحیه رودکی رفتند. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 6 نوامبر در خبرنامه گفت بعد از پرسش بازداشت شده ها معلوم گشت که آنها شب 3 نوامبر از قلمروی ولسوالی و یا ناحیه قلعه زال ولایت کندوز افغانستان با دستور گروه دولت اسلامی وارد حدود ناحیه قبادیان شدند. آنها دیدبانگاه سرحدی اشقابات را برای خود جای مناسب انتخاب نموده به زد و خورد مسلحانه دست زدند، آمده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. ولی مقامات درباره آنکه چگونه یک گروه 20 نفره ناعیان از مرز گذشته است و نزدیک به 200 کیلومتر راه را طی کرده و به دیدبانگاه سلطان آباد رسیده است تفصیلات ندادند. حمله بنابر خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفته است و در آن 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمندی میلیسا کشته شدند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهارات گفتند 5 نفر را دستگیر کردند، اما وزارت کارهای داخله شماره بازداشت شده ها را 4 نفر گفته است. برای هواداری از سمرالدین رجبوف یک زاده تاجیکستان و دیگر بازداشت شده های تظاهرات مسکو، اکسیمیران رپسرای معروف در روسیه به دادگاه حاضر شده بود و او که با نام میران فیودروف معروف است درباره سمرالدین رجبوف یک ترانه رپ اجرا کرد. او سمرالدین رجبوف در گردهمایی 27 ایول در شهر مسکو بازداشت شده بود. ترانه نوی اکسیمیران پرونده 212 نام دارد که مربوط به قضیه سمرالدین رجبوف است. اکسیمیران در گذشته در یکی از مرافعه های دادگاهی رجبوف شرکت داشت و در آنجا سمرالدین خواسته بود که با او یک رپ سراید. بیننده ارجمند، در برنامه امروز درباره این رپ سراینده روز درباره سمرالدین رجبوف بر شما اطلاع خواهم داد و یادآور میشم سمرالدین رجبوف 21 ساله روز 2 آگوست امسال با حکم دادگاه به حبس گرفته شده در زندان ماتروسکای تشینه مسکو نگاه داشته می شود. تظاهراتی که سمرالدین در آن شرکت داشت به نشان اعتراض ضد مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات بود که روز 27 ایول برگزار شده بود و این کمیسیون انتخابات نامزدهای مستقل و مخالف را به انتخابات مجلس پایتخت روسیه راه نداد.
مشکلی حرکت ماشین‌های بارکشان تاجیکستان از قلمرو ترکمنستان که بیش از 10 ماه باز ادامه دارد در ملاقات و گفتگوهای اخیر دو جانب حل خود را پیدا نکرده است. این گفتگوها روز 1 نوامبر هنگام سفر هیئت تاجیکستان به ترکمنستان در شهر اشخاباد صورت گرفته است. سهراب میرزازاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان که در گفتگوها شرکت داشته است روز 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت مسئله حرکت ماشین ها به میان گذاشته شد ولی اشخاباد پاسخی دقیق نداد که این مشکل کی حل خواهد شد. میرزازاده در پاسخ به سوالی که آیا امیدوار هستید مشکل حل می شود گفت نمیدانیم حل می شود و یا نه ولی امید داریم. همصحبت رادیو آزادی از شرح بیشتر خودداری کرد و تنها گفت حل بعضی مسئله ها وقت طلب می کند. تمامی مسئله هایی که از جانب ما بود بررسی شدند. اکنون بعضی مسئله هایی است که مهلت طلب می کند آنها بین خودشان موافقه و بررسی باید کنند. هیئت تاجیکستان تحت رهبری عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب با هدف شرکت در نهمین جلسه کمیسیه مشترک بین حکومتی تاجیکستان و ترکمنستان به اشخاباد رفته بود. یک روز قبل از این گفتگوها 31 اکتبر در اشخاباد رایزنی‌های سیاسی میان وزارت‌های کارهای خارجی تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شدند. هیئت تاجیکستان را در این ملاقات سراج الدین محریدین وزیر امور خارجه رهبری می‌کرد. بینندگان عزیز اگر شما خبر عکس و یا نواری نادره دارید که میخواهید از آن دیگران هم آگاه شوند پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر، ایمو و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 3959 است. یادآور میشم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان میشویم. رو میاریم به خبرها از خارجی تاجیکستان. ترکیه یکی از همسرهای سابق رهبر گروه دهشت افکنی داعش را بازداشت نموده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان هنگام سخنرانی در دانشگاه در شهر انکره خبر داد که کشورش یکی از همسرهای ابوبکر البغدادی را بازداشت کرد. او تفصیلاتی بیشتر نداد. معلوم نیست که البغدادی چند همسر داشت. چند روز پیش بعد مرگ البغدادی اطلاع رسیده بود که همراه با او 2 همسرش نیز به هلاکت رسیدند. 5 نوامبر نظامیان ترکیه خواهر بزرگ البغدادی رسمیه العوضی 65 ساله را دستگیر کرده بودند. همراه با این زن شوهر کلین و 5 فرزندش به حبس گرفته شدند. ابوبکر البغدادی آخر ماه اکتبر در رفت یک عملیات گروه‌های تعیینات مخصوص ایالات متحده آمریکا در قلمرو سوریه محو گردید. یک طبیب 24 ساله ترکمن که 24 اکتبر بینام و نشان شده بود غیر منتظره در خانه خود پیدا شد. قاسم بردی گرایف که به طور آشکار همجنسگرا می باشد و به اداره پلیس دعوت شد همانجا بینام و نشان شده بود. همراه با او مادر، پدر و برادرانش هم غیب زده بودند. روز 6 نوامبر گرایف در یک صحبت گفت که هیچگاه با رادیو آزادی تماس نداشته است. او افزود گزارشی که رادیو آزادی ماه گذشته درباره مشکل‌های او به حیث همجنسگرا نشر کرد دروغ است. گرایف گفت پیام خداحافظی که او به رادیو آزادی فرستاده است با هدف دیگر گرفته شده بود. در این پیام گرایف آشکارا درباره همجنسگراییش حرف میزند. خاطر نشان میکنیم که 21 اکتبر گرایف درباره مشکل همجنسگراها در ترکمنستان محافظه‌کار حرف زده است. بعد 3 روز نشر این گزارش گرایف و اهل عائله‌اش بینام و نشان شدند. طبق قانون‌های ترکمنستان همجنسگرایی جنایت بوده تا 2 سال حبس را مد نظر دارد. یک بیمارستان معتبر پایتخت ترکمنستان که در آنجا گرایف همچون جراح دل کار میکرد به رادیو آزادی اطلاع داد که این شخص دیگر در آنجا کار نمیکند. 6 نوامبر در قزاقستان محاکمه 4 نفر متهم به دستگیری از جنبش منع شده مخالفین آغاز یافته. چند لحظه بعد از آن به تأخیر گذاشته شد. انور اشیرالیف، اکسانا شفچوک، گلزیپا ژائوکارова و جزیره دیمیووا ماه ایول حبس شده بودند. جرم آنها اشتراک در اعتراضهای بهار سال روان است که در آن جمع آمدگان بر ضد انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت قزاقستان و از آستانه به نورسلطان تبدیل نام کردن پایتخت قزاقستان صدا بلند کرده بودند. دیمیووا بعداً از محبس به حبس خانگی انتقال یافت. مفتشان این 4 نفر را عضو حزب منع شده انتخاب دموکراتی قزاقستان مینامند که از طرف صاحبکار مختار ابلیازف سروری می شود.
بینندگان عزیز، در پایان این نشر نوید بامدادی با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی که امروز بانک ملی تعیین کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 69 درم، یک یورو 10 سومانی و 78 درم و 1000 روبل روسی 153 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.